سلام علیکم، روز همگی بخیر باشه. یک خبر خوب در روزهایی که اقتصادی ترکیه و زندگانی مردمی مخصوصا مهاجر یا خارجی که در ترکیه زندگی میکنند، این خبر یک میده آرام بخش است برای اونها و این هم درباره معاش است. چخیلی که معلومه کسایی که در ترکیه هستند عین حال نرخ و نوا را دیده ایستن که چگونه زیاد شده است. محصولات و خوراک و هر چیزی که در استعمال روزانه انسان به کار می رود همه بالا شده است. حتی نرخ و نوای راهگیرا، سال گذشته نرخ راهگیرا 4.5 تله بود، بعد با بالا شد 7.5 تله شد، بعدی حاضر 9.90، تقریبا 10 تله یک طرف راه. ولی خب خوشخبری این است که نرخ آیلیک یا معاش بالا شده. آخران اجتماعی که رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در آن امر کردک این بود که معاش شخصی عسکر اجرت میگن، شخصی که به مانند عسکری سلطت بر این کار میکنه، فقط وظیفه را انجام میده، ایشا بکن اوشا بکن میگنش در کارو، همین آدمی بیهنره باید که 8,500 تله بکنن. 8,500 تله در ماهش همین شخص باید پرداخت کنن. این پسترین معاش میشه، تقریبا به دلار 450 دلار میشه. 450 دلار یعنی کورس دلار امروز 8,900 تقریبا 19 میگیمش. این نرخ برای شخصی انا بیهنر است، برای کسی که کار نمیتونه، برای کسی که نو کار شروع کرده است. کسایی با هنر، کسایی که استعداد دارند معاشی زیادتر باید طلب کنند و هرگز نمونند که پستر 8,500 با اونها معاش بتن، چون که این کار پست شماریدن و پست زدن خود انسان است. وقتی که انسان هنر دارد، وقتی که انسان یک کار کردنی هست، یک کار میخواهد که بکنه، باید که حقی او را خوب پرداخت کنند. پس نه از ترکا بترسین، نه از کردا بترسین، بلکه حق خودتان صاحب باشین و شما هرگز غلام دست اینها نیستین. وقتی هم که کارگر نیفتن مجبورن که حق کاملی را پرداخت کنند. باقی زنده و سلامت باشین.